سلام به کانال خودتون، خوش اومدین. بیاین که با هم داستان رنگارنگ سفید برفی رو بشنویم. روزی روزگاری در یک پادشاهی زیبا شاهزاده‌ای دوست داشتنی به نام سفید برفی زندگی می‌کرد. او به خاطر پوست سفید و قلب مهربانش شناخته شده بود، اما مادر ناتنی او، ملکه شرور، به شدت به زیبایی او حسادت می‌کرد. ملکه لباس سیاهی می‌پوشید که نمایانگر شرارت او بود. یک روز ملکه شرور از یک شکارچی خواست تا با سفید برفی به جنگل برود و به او آسیب برساند، اما شکارچی نتوانست این کار را بکند و او را رها کرد. سفید برفی به کلبه دنج در جنگل رفت و با 7 کوتوله دوست داشتنی آشنا شد. آنها لباسهای قهوه‌ای می‌پوشیدند که با طبیعت اطرافشان هماهنگ بود. در باغ نزدیک کلبه گل‌های زردی در حال شکفتن بودند که شادی را به سفید برفی هدیه می‌دادند. هر روز آفتاب نارنجی در آسمان طلوع می‌کرد و جنگل را غرق گرما و نور می‌کرد. یک روز ملکه شرور متوجه شد که سفید برفی هنوز زنده است. او به شکل یک زن پیر درآمد و سفید برفی را فریب داد تا سیب قرمز زهرآلودی بخورد. سفید برفی به خواب عمیقی فرو رفت و کوتوله‌ها بسیار ناراحت و دلشکسته شدند. آنها او را در یک تابوت شیشه‌ای گذاشتند و در میان درختان سبز جنگل قرار دادند. یک روز شاهزاده‌ای شجاع با لباسهای آبی درباره زیبایی سفید برفی شنید. به دیدنش آمد و به آرامی او را بوسید و جادو را شکست. سفید برفی بیدار شد و آنها عاشق هم شدند. آنها با هم خوشبخت زندگی کردند و ملکه شرور با سرنوشت خود روبرو شد.